سلام علیکم برادران عزیز و هموطنان گرامی قدر، خوش آمدید به کانال من جید فتورتی عزیز تیجه. من یک هموطن شما از تاجیکستان یک مسئله خیلی مهم را میخواهم برای شما بفهمونم، برای شما برسانم. مسئله مهم امروزه ما و شما این است که من یعنی در همین کانال خودم درس های زبان ترکی را گذاشتم، 12 تا درس، تا اینکه هموطنان عزیز زبان ترکی را بیاموزند و یک خوبی ما، یک کار خیری ما به مردم برسد، تا اینکه زبان ترکی را بیاموزند و در هر کجای دنیا که باشند با زبان ترکی صحبت کرده بتوانند و با همراهی مردم ترک صحبت بکنند، کار بکنند. در تاجیکستان باشد، در ترکیه باشد، در هر کجای دنیا که باشد با ترک ها میتونند که صحبت بکنند. چخیلی که در ویدیوهای پیشتر گفته بودم، اگر زبان ترکی را بدانیم، در روسیه که هست، در روسیه مثلا ترک ها را میروند زبان روسی را نمیدونن بعضیش، در اوجه میتونید به اونها پریواچی کار بکنین. در تاجیکستان میتونید به اونها پریواچی کار بکنین و به طرف ترکیه بر مثلا با خرید فروش تجارت مشغول میشوین. با این طرف که آمدین، یعنی به طرف ترکیه، میتونین که از فریبگری بعضی مثلا انسان ها در امان باشین، از بس که زبان ترکی را بلد باشین. خب با همین خاطر من اینها را هم فکر کرده و درس های زبان ترکی را شروع کردم و در همین کانال خودم گذاشتم. خب موضوع مهم ما و شما امروز چی است؟ موضوع مهم این است که این صفتی همین نوارهایی که ما تا امروز گذاشتیم، صفت اینها را بسیار یعنی زیاد خوبتر بکنیم که تا اینکه شما با خوبی، با آسانی اینها را، یعنی این حرف ها را، کلمه ها را از خود کرده بتانیم. اگر ما و شما خوب فکر بکنیم، مثلا یکم درسی من، دوم یکم درس و دوم درسی من، نو که شروع کردم نمیدونستم چی است، نمیفهمیدم. همین خیلی از پیش خودم چیزی که در فکر خودم آمد، در سری در کله خودم که آمد، همون را فکر کردم، هم خیلی کردم. بعضا آپت که گرفتیم زیادتر، یعنی در همین کار مقصد وقت صرف کردیم، مصرف کردیم، صفت نوارهای ما دیگر شد. مثلا یک در اینجا که میبینید درس یکم ما، درس دوم یکم، درس دوم در یک ورق نوشته بودم الفابتی مثلا ترکی را. خیلی خوب نمیشود نگاه کرده، یعنی به نظر نمیآید، صفت نوار خیلی ضعیف است. اما درس سوم و چهارم دیگر درس هایی که است، اینها را کمتر که دیگر مثلا آپت نبیرد کردیم، بعد دیگر طرز درس تیار کردنمون دیگر شد. و امروز میخواهم که درس مثلا 13 را، درس 12 که گذاشتیم، درس 13 14 را میخواهم که زیاد، یعنی بس، یعنی ده فاز صفت خوب قطعی مثلا میخوام با خدمت شما برسانم. انشاءالله اینا کوشش میکنیم و درس های 15 و 16 اینا را میخوایم که در یک دسکه بگیریم، چخیلی که در مکتب میخوندیم، چخیلی که به ما و شما معلوم است، نوشتن و خواندن و نشان دادن برای ما در ذهن ما زیادتر خوب میشیند. و همین خاطر من میخواهم از شما این که در همین انالیتیکا که ببینین، زیاد انسان ها یعنی پراسماترا به پادپیسی تماشا میکنن و خواهش من از شما هر یک و یک هموطنان عزیز، کسی که در این نوارها رو نگاه میکنند، خودتان تنها نگاه نکنین و با یار رفیقاتان، با دوستاتان، با خویشاوندانتان روان بکنین تا که آنها هم از این فرصت استفاده برده زبان ترکی رو یاد بگیرن. یک دوم اینکه از این مثلا از همین صفحه، از همین کانال من به پادپیسکا خارج نشوین، بسیار خوب میشود. یعنی نروین، خارج نشوین گفته
به подписка канали моро тарк накунен. яъне дар ин канал подписатсия бикунен то ин ки морам як монетизатсиямонро боз бикунанд, як маблағе ба даст биёрем ва зиёдтар хубтар ба хизмати шумо наворҳои хубро барои ба хизмати шумо бирасонем. ба ҳамин хотир бародарони азиз, хоҳиши ман аз шумо ин аст ки мақсад подписатсия бикунем ва ҳамин каналро дастгирӣ бикунем то ин ки ман ҳам битонам ки барои шумо наворҳои босифат, наворҳои хуб дар хизмати шумо бирасонам ва барои шумо як сабаби хубие шавад, як сабаби масалан хайре шавад иншоаллоҳ. ва амрӯз худованди меҳрубон барои мо ва шумо насиб